پسر دوم نه کار بیکاره، میکنه؟ شرایط کاری الله نداره. حسن کنه. سعی کردین پسرتون از زندان بیارین بیرون؟ فکر کنم کار راحتیه، چون فقط 16 سالشه. درسته؟ والا سعیمو کردم، رفتم اداره پلیس و گفتم موتورسیکلتشو بدن به من که بتونم پسش بدم، اما گفتن توقیف شده. منم اومدم بیرون، دیدم کاری ازم بر نمیاد. درگیر شده بود؟ آره گفتم چند که وقته توی زندانه؟ الان 5 ماه شده. 5 ماه؟ آره والا، الله کمکت آره به کنه. خدا هر هفته میرم ملاقاتش، اگه نرم گریه میکنه و هی میپرسه چرا کاری نمیکنم. بهش میگم دست من نیست و کار دیگه ازم بر نمیاد. الحمدلله. الله برش گردونه پیش. الله بهتون سلامتی و خیر بده. از الله خواستم حفظش کنه. میتونید برین از مردم اینجا در موردش بپرسین. هیچ وقت مال کسی رو بر نداشته. قبلا تو کارخونه مقواسازی کار میکرد، یه مقدار پول از اونجا جمع کرده بود. منم یه کم پول بهش دادم و گفتم بره موتور بخره. نمیخواستم خودشو کمتر از بقیه ببینه یا خودشو با کسی مقایسه کنه. همین. گفت براش یه وانت کوچیک بخرم چون از مدرسه آورده بودمش بیرون. همسایمون یه دونه داشت، از اون خریدم. فقط $200 داشتم، همه رو خرج تعمیرش کردم و گفتم میتونه نگهش داره. اینجا پارکش میکرد، هر وقت یه نفر واسه کار بهش زنگ میزد میرفت بار جا به جا میکرد. کارش این بود. بعد برمیگشت خونه، هرچی هم گیرش میومد 4 یا 5 هزار تا میگفتیم الحمدلله الحمدلله هرچی خیره. الحمدلله همه چی خیره. الحمدلله. آرزو چیه مادر؟ والله هیچ آرزوی دیگه ای ندارم، فقط پسرم نمی‌شنوم. آزاد بشه. گفتم آرزوم اینه که پسرم آزاد بشه. خیلی سعی کردم، همه کار کردم. خودش میگه بعد کی کار آزاد درگیر میشه؟ شدم. به من نگفتن، اما وکیل میگه از 1 سال بیشتر طول نمیکشه. نمیدونم راست میگه یا نه، میخواد خوشحال بشیم و صبر آرزوت اینه کنیم. که پسرت آزاد بشه؟ آره فقط میخوام پسرم آزاد بشه. ببخشید کاری ازم بر نمیاد و اگه میتونستم حتما میدونم یه کمکی پسرم. میکردم مادر. خدا رو واسه همه چی شاکرم. الله کریمه. هر 3 شنبه میرم ملاقات. قبلا هفته 2 بار میرفتم، اما الان هفته 1 بار میرم. 3 شنبه ها فقط وقتی میرم. میری پیشش چی میگه؟ حال همه کم رو میپرسه، میگه همه خوبه، کسی سراغ منو نمیگیره. بهش میگم کسی حال آدمی که خودش رو تو همچین وضعی انداخته براش یه نمیپرسه. فقط یه مادر توی از هر این بعد وضعی به دستشو بچه‌هاش میگیره. اهمیت میده دیگه. همیشه درسته. توی ذهنش میمونه دیگه، این اشتباهو تکرار نمیکنه. دلتون براش تنگ شده؟ معلومه خیلی زیاد. قلبم مثل آتیش براش میسوزه. والله الحمدلله. من همیشه تنها بودم. قبلا میگفتم کمکم کنه، میگفتم رامی بخاری رو پر کن، رامی بخاری رو خاموش کن، رامی بخاری رو بردار. آخرین باری که دیدمش گریه میکرد. میگفت حالا کی کمکت میکنه؟ نگرانه این بود که کی قراره به من کمک کنه. بعد همسر اون یکی پسرم اومد خونه من. پسرم خوشحال بود که حالا یکی از کمکم کنه. فقط من بودم و صبر نعمت ما. الحمدلله.